11 تا دوره برات فعال میشه. یه دوره هیولای فریلنسری و 10 تا نیچ کورس. خوش اومدیم به دوره 30 روزه طراحی سایت هیولای فریلنسری از ذهنیت تا مهارت فنی و نرم. تو 3 بخش ذهنیت سازی، مهارت فنی و مهارت نرم تقسیمش کردم. امکان نداره کسی این 3 تا رو تو این برنامه 30 روزه من پیش ببره و نتیجه نگیره. اینو قول شرف میدم. سبک زندگی بهت یاد میده. واسه همین میگم 20-30% طراحی سایت و سئو بهت یاد میده که بتونی حالا از اون طریق یه مهارتی داشته باشی، یه فنی داشته باشی که پول در بیاری. ببین، مهارت فنی که حالا تو این دوره راجع به وردپرس، طراحی سایت با وردپرس و سئو تولید محتوا برای سایت‌های وردپرسی کار میکنیم، 30% این دوره است. حالا چرا وردپرس؟ بخش اصلی این دوره ببین تو حوزه ذهنیت سازی، مهارت نرم و پروژه گرفتنه.